سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و در صحت و سلامت کامل باشید. بخش اول برنامه یعنی معرفی میهمان رو ببینید، برمیگردیم گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. صبر کن، دیدن لازم نیست، خودم تشریف دارم. میمونه گفتن مزایا و محسنات مهمان گرانقدر برنامه که اونم اصلا تو کلاس درک و فهمی تو نمی گنجه. تو برو سر موضوع برنامه رو کن، چقدر بارته، ببینم میشه این دریای علم و حلم و همینجوری ول کنم تو برنامه یا نه میزنه غرقت میکنه. در این برنامه به روزهای پس از رحلت حضرت امام نگاه خواهیم کرد و خاصه به رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای. بینندگان عزیز، کسی به گیرندش دست نزنه. اشکال از این فرستنده است که اینجا نشسته، منظورش ولی فقیه خودمونه. تو ضمن ثابت کردی که اگه این دریای علمو بریزم تو برنامه ظرفیتشو نداری، غرق میشی، از بین میری. بنابراین هر آدم عاقلی میتونه بفهمه که برای نجات جون تو بهتره که برنامه رو همینجا تموم کنی. ولی چون هدف من 100 سال سیاه نجات جون تو نیست، برنامه رو ادامه میدیم. شاید یه فرج این وسط بشه و از دست تو هم خلاص بشیم. برگردیم بحث اصلی. تیتر: نگاهی به حال و روز مقام عظما. مقدمه: مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که شانس یک بار در خونه آدمو میزنه، بعد شانسی دستش رو زنگ ور نمیداره. بدبختی هم که کلا کلید داره، اون تو نشسته. شانس ایشون این بود که بعد از ارتحال به دلایل فوقانی و فوق فوقانی، یعنی ر عین سین، همون ریش امامه سیاه، زدن و بردن. بعد شانسیشون این بود که نشد اون موقع یه مدرکی چیزی براشون جور کنیم که مسئله مرجعیتشون یه جوری حل و فصل بشه، تو حوزه تعویلشون بگیرن. بدبختیشون هم که اصلا از تو خونه بیرون نمیره، اینو که مردم که سله، حوزه هم که بیخیال، گماشته خودشون هم ناکس تره خورد نمیکنه براشون. بینندگان عزیز، شما نظرسنجی برنامه رو فراموش نکنید. سوال نظرسنجی ما اینه: مهمترین وجه اشتراک در رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری چیست؟ گزینه 1: عطوفت توأم با اقتدار. گزینه 2: تدبیر و مدیریت سیاسی. گزینه 3: ایستادگی بر منافع ملی. گزینه 4: تاکید بر مردم سالاری دینی. و گزینه شماره 5: قانونگر. گزینه 6 و 7 هم هستش. گزینه 6 هیچ کدوم. گزینه 7 هم که روم به دیوار به خاطر عفت کلام که تو تار بود وجود ما رخنه کرده و خورونده شده، ناگفته همینطوری که اشاره بهش کردیم شرمنده ایم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم، قابلی نداشت تا با این سوال کردنه. مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفرمودن که برای جواب دادن به احمق آدم باید خودش خیلی احمق باشه. حالا بیشی منتظر جواب مسابقت ببین کی به جواب میده. خب برگردیم به امروز. مگه تو فرداییم که اگه برگردیم بشه امروز؟ حالا تو ذوقت نخوره، سوال کن ببینم چه کار میکنی. گردنه‌های سخت بوده که با مقام معظم رهبری از این گردنه‌ها عبور کردیم. ارزیابی شما چیست؟ اومدی سر گردنه، جولانگاه تخصصی خودم. گردنه ها رو خوب رد کردیم. پیچ اول داستان سوریه بود که خیلی خوب تا اینجا مدیریت شده. وضعیت بشار اسد اصلا پادر هوا نیست. همه دنیا عین مردم خودش دوستش دارن. چجور؟ دلیلش همینه که اصلا نیازی به بگیر و ببند و بکوب و آدم کشی اینا نداره. پیچ دوم سر تحریما بود که عالی حل و فصل شد. الان تقریبا کشور جدی نیست که ما رو تحریم کرده باشه، به غیر از این آمریکا و یه 27 تا کشور اتحادیه اروپا و اونور کانادا و یه سری کشورها تو آفریقا و آسیا و استرالیا هم که اصلا دور افتاده است. دیگه مشکل جدی نداریم. داخل نظام هم که گردنه بعدی و پیچ بعدی این گردنه باشه، صلح و صفا همینجوری موج میزنه، حوصله آدمو سر میبره. بس که صلح و صفا هست، مجلس و دولت دست انداختن گردن هم، ولکن هم نیستن. مذاکرات اتمی هم که پیچ بعدی باشه داره پیش میره برای خودش. حالا دستاورد نداشته باشه به کسی چه مربوطه. مهم اینه که ماه به ماه بریم همدیگر ببینیم، یه دیداری تازه بشه. میمونه یه دونه مسئله عراق و استیزا و سلب صلاحیت و اینا که اونم به هر حال این همه پیروزی یه شکست هم میخواد دیگه که چشمون نزنن. ما دوست داشتیم وقتمون بیشتر بود، بیشتر باهاتون صحبت میکردیم، اما چاره نیستش، وقتمون خیلی کمه. خیلی ممنونم از شما هم که بیننده برنامه ما بودید. نتیجه نظرسنجی رو من خدمتتون عرض بکنم.
لازم نکرده عرض کنی. تو مگه حالی نیست؟ فقط همین مونده که جواب نظرسنجی رو بخونیم اینجا. از نظر جغرافیای استراتژیک بعضیا مغزشون پاکستانه، یعنی پاک خالی. حنجره ما از دستشون افغانستانه. به خاطر همین هم است که بین پاکستان و افغانستان همیشه جنگ هست. چطور به حرف زدن من که میرسه وقت نداریم و دوست داشتیم وقت بیشتر داشتیم با شما صحبت میکردیم. به پرت و پلای خودت که میرسه همینجوری نظرسنجی رو میخوای بخونی. لازم نکرده، بی خود کردی، خجالت بکش. خودم خداحافظی میکنم. بینندگان گرامی، اینایی که دیدید یه چشم است از اون بدبختیایی که ما باید هر روز باهاش روبرو بشیم. کلا من اگه یه روز صبح خیلی خوشحال از خواب بیدار بشم و ببینم که همه چی خیلی خوبه و نه غمی هست و نه دردی و نه غصه‌ای، میفهمم که دیشبش تو خواب مردم، روحم شاد، یادم گرامی.